بله سلام عزیز صاحب، خوبیم؟ تیار خوشحالیم. قربان شما، زنده باشین. چرا عزیز صاحب؟ عزیز صاحبی که هنوز 2 هفته بیشتر نمیشه خود شما کار میکنه. خود درست شکایت دارن دیگه، میشه شوره، میشه بینمک، میشه عزیز صاحب. همون کار همکاری بکنیم عزیز صاحبی. خسور منه، من اینا رو برشتم بیا آوردم به پیش شما آوردم دیگه. باز درست عزیز صاحب. بچه‌رم او چه کار میکرده؟ ایسته اگه امکان داره همون کار بکنه که همینجور بیچاره هم آدم غریبی حداقل از اون کار بیکار نشه. میشه دیگه یک روز شور بینمک پر روغن کم روغن میشه دیگه. انا که 2 هفته میشه ایسته. یعنی دیگه هیچ امکان نداره. بخیر باشه ایسته، من کار میکنم. بخیر باشه. دیگه نمیتونه این خسور ما پخته کنه. یا شور میکنه یا بینمک میکنه. او بچی ورسه که تو به اونجا برفتی تو به شوخی مسخرگی تو را آوردم اینجا که تو بری شوخی مسخرگی کنی. راست میگم ورته که همین تکه میفهمم اصلا اینا به در شهر نمیخورن. مار تو سه بیام اومدیم اینجا پولا رو داشتیم اینجا بند کردیم، از اینا بستندیم. ولی ما به چی رو به خسور زنگ زنم؟ چی بگم بریم؟ فرزاد! فرزاد! نمیشنوه. فرزاد! تو بیا اینجا. چه کار تو خاک مریدی؟ بوم کنیم برار نه پرسیم برای گپ نگم. همین بالی بوم بریم یک سعی بکنیم شما برار. همین زر خیرت پیر تو آشغال و فقط کدیم اینی سرای عبدالمجیده. خب میفهمی تو یک کار کنم. برو به دفتر اجی. کدو اجی؟ بابا همون اجی که خسر ما خسوبریم همونجا کار میکنم. خب با همونجا برو بله بگو که بله بگو اجی شما جواب داده. کچره؟ به خاطر که گفته دیگه میگاه شما بعد سه بسر نیه و شور و بینمک خلاصه جواب داده. بچه هم خیلی شوخی مسخرگی میکرده خودمو بچه تا دفتر. یاری لالا شما بریم از همین راپلار سعی کنیم شما از همسر همین راپله گرفته تا هم بالی بوم یک عالم آشغال زیادی و خودم من خوب کشتم اینا هم یک دقیقه میشه زنگ زنیم خوب براری و گپ بینیه. آخه برو من رو نمیشه که با خسر خود زنگ زدم مقامی تا گپه. ما گفتم تو بری بیترتره. خود اگه تو هم کار داری خیره باشه برو من کار میکنم. برو من یک زنگ میزنم و کار میکنم. دیگه کارا خب برو سام صفا مکمل هم تو مسکری خور بکنم. خوبه. برو بخیر برو. میگم برو. چه کار برو؟ همی باله بوم یا خواهره بفهمیدیم از این کولر شکسته ما چون نمیفهم بخیری شکسته آشغال سی ما چون در خرابه همی هر مرگ دردی پرته مر شل شهید کد نمیفهم اینا رو من چکار کنم برار اینا از این هر عالم اینجا بیاد پرته کد اینا لکه تر بند کده. خب برار معمول و بعض وسایلی که به حساب به درد نمیخوره جدا کنه کنا بدیم به نمکی. میگی اینا به درد نمیخوره. خب بعد جدا کو بدیم به نمکی بدیم دیگه گپ پینه برو کار خوب بکن دیگه بابا جان دیگه. تو هم مثل خسور ما چی کنی که میگم ما خودم شریک و گپ زدم تو برج 8 دربه تو ماش بده. رو تا باشم برادم کار تو جگر تو کنده بود. همون کار ما خدا به من بیتر هیچ بیتری ندیش برار من. تو جگر امروز به تو سرتم فشار دیگه روزا که گذار فشار اینه
عزیز محترم، عزیز مر بگه اجازه بدیم صبر کنید شما. آخه من مدت 2 هفته میشه به می دفتر شما بیام آدم آشپزی میکنم، نه دیگه مشهوره، نه بینمک، نه خرابه، هیچ مشکلی نداره. عزیز صاحب شما به دوماد میزگل زنگ زده بودیم که من روی من نمیشه به خطور تو بگم، به خطور خو بگو دیگه به دفتر نه که دیگه از خرابه. عزیز صاحب آخه شما چری تا کارا میکنیم؟ ما از این که جا کنده شدیم بیامدیم به می ایراد که لقمه گردین پیدا کنیم پرده گذاری ما که زن بچه بشه. انیزه 2 هفته میشه شما به دوماد میزگل گفتین که خطور کو جواب ده که دیگه نه به دفتر که دیگه از شور بینما که عزیز صاحب شما چری کارا میکنیم؟ بله ها نه عزیز صاحب نه اگه شما ها بچه من هسته خوب من دیگه پای یاد ندارم. بچه من چه کار کرده؟ خیلی کی شوخی کرده؟ ای به تا دفتر شوخی میکنه، ای گپ زدی یاد نداره. حاجی صاحبی که پار نزنیم. آن اینجا منتظرم یا به من پول رای کماش میره یا خود تو بیای. خدا حافظ. خیر خدا مهربانه. خدا اگه بنده یک در بسته کنه خداوند 100 در رو میکنه. منتظر پیرا کنم باور کو که نه دی کاسه کفکیر من لاغر همه رو میدارم به کیف تو میکنم ور میدارم میبرم. خدا حافظ. فقط کار کم به خدا مهربانه. من روزی کار از خدا ما از خدا هیچ دیگه با مشکلی ندید مشکل پیدا کردی. خدا مهربانه. خیره پروانه داره. خدا تا رقص موچه کنه در روز نمیزنه. خدا مهربانه. تو میگی من گیر بدر کنم این دیگه کار بدی مسئله نمیشه. تو یک تا 10 دقیقه میشینیم اگه ایجا ما تو بیار اگه نه و دیگه کاسه کفکی پیاله هم هر چیز بهم تکبیلی که تا فرش پاشار همه جمع که بریم. چه کاره بابا باید تعصبه شما خرابه؟ هیچی بابا البته کاری نشنیده که از دیب جمع ایجی 1 ساعت کردیم ببین چی میگه تکبیلی. ایجی مرا از آشپزی بدر کرد. تو رو هم بدر کرد که میگی به تا دفتر کرده به تو دفتر شوخی میکنه. خب بابا هر روز ما و شما همین جگاه شما بدید ما خود یکی شوخی کنم. از صبح تا الان ما بیام همین جگاه جروکشی دارم صفی کردی دارم. میفهم به شکست مادی شده ولی بونه میگیره. ای خدا این تا مرده که به کل که نخون نده خور بخارم نه. مقصد بابا ما مردم غریبیم نمادیم اینجا به شوخی کرده. خب ما از صبح تا خود شما میبینیم این کار میکنم دیگه. راست میگم همین بچه‌ها دفتر. ای بابا من دیگه پختن یاد نداره. تو سه کنار هم از زغال کرده اینا رو بیاورد اینجا چاش تمایه به اینا نون بده. تو سه کن. بابا بیایم شما یک دقیقه. چی کاره؟ میگم پیاره خود بگردم بابا. همین بچه‌ها دفتر راست میگه بر سه کنم شما. همین بچه‌ها دفتر راست میگه. آ اینا خود شما سه کنیم اینا هم زغال شده اینا خورده میشه بابا. خیلی نکن چوب کن. من تو تک پخته کردی میگم. تکم تاگی تو رنگ تو گل کنم. خب کاکو چوب کن میگم. خب حالا بخواب که بابا که اینا ایت زغال شده شما اینا رو بچشیدی ببینید که یک دفعه. نه چیکار شده دی؟ میگه زغربه باور کنه اینا خورده نمیشه. همین نمک کردیم که یک من نمک به تای زینا بنداختیم شما. حتما تن نمک انداختی. بابا بیلا راستم میگم. بابا من وظیفه‌م جلو کردن و سفید کردن دیگ به جمع شما اینا هم زغربه شده خورده میشه. کلکلو نکن او برید تاده که بشوری. واقعا دیگه آدم نشی. من تو ایشته بشورم بابا ایش بیشتر نمیشه. خب اینا همه بچسبید. نکار. بشور دیگه. بی ترک ما برم تاده برو کنم. کسته. سایکو گیلک من میرم اندر می سرار تک تک میکنم بفهمیدی ما بر میرم مستگم تو خودی گپ برو تک تک کن که نفهمم مانه تک تک کن تک تک کن بیای لالا ما بدیم بیای سلام علیکم. زنده نباشین. خیریت جان جان. زنده باشین. خیریت. سلامت باشین. اینجا بشین.
ماما جان بله ما بودین درس را شما تک تک کردیم. ما 2 نفر فال وا میکنیم. هر مشکلی که شما داشته باشین به شما میگین که مشکل شما چیه. فال شما رو وا کنیم. با شیخ جان وا کنیم فال ها 100 روپیه میشه. گپ پینی میدم. خوبه دست خوره میتو بگیریم. خب This is 15. یک زندگی هم ماه شما چی میفهمی؟ کار مونه روزگار مونه ما نمیفهمی شما زن مایم. شما میگم که تا 20 روز بعد به خیر و خوشی کار نمیشه تا 20 عاشقیم. شما چی ما میفهمی؟ عاشقم ما برارم من دیگه من می 100 روپیه که شما میستونیم البته ما علکیه. اصلا نمینو خدا به خورده ما نکنه. ما که دروغ نمیگیم. برار کلون شما میگه میراثار بخش کنیم. همین تنیه؟ بله درسته؟ بله بچه خورده شما دیرو به مکتب نره. درسته؟ شما چی خبر داریم؟ شما چی میفهمی؟ البته ما مولیم. همینا رو ما میفهمیم که به شما میگیم. صبر کنیم. بگو. اینا به خونه خو آرامش و آسایش ندارن. شما به خونه خو آرامش و آسایش ندارین. درسته؟ میتونه. صحیحه. جنگل اسمین جنگل اسمین چانکتین سین فینتسین فین چینک سمین سین. خوشی شما رانه خدا نداده. خوشی که 20 روز بعد ما نامزاد داشتیم. درسته؟ شما بهتر میفهمی. صحیحه. سر خورتا گیریم. بگو. پشکش 4 لک روپیه پشکش میگیرن. زیاد نیه. آه اشتباه شد. پشکش از اینا شیربار بگو. شیربار اینا 1,20,000 میگیرن. 1,20,000 می نمزاد که از این به بعد 20 روز بعد میدم شما 1,20,000 روپیه پیشکش اینه. همین شرایط 1,20,000 خیلی شیخ. شیربای حال فرق کرده. درسته؟ این چی رقم آدم چیزیه ای؟ چوب کن. مشتری ها تو رو نده دیگه. خب بگو ای چی؟ گربی سیاه و خونی از اینا خیلی میایه. بیاد تو اندازه. درسته میای گربی سیاه؟ همونتونه بالیا. موشا خونه شما میگه گوشنگی دومرو خواه. به می خاطر هم گربه میایه. پت کنین دست خود. وانه میشه؟ خوب دعا کنین. نمیشه. وانه میشه؟ همه کارا شما دقیقه. این دست شما نیم ساعت بعد وا میشه. بزی دست خوب پول بده. ما داخل به پیش ما باشه پیش تو. چشمه. برو کسی خوب قایم کن. بده که کسی طور میزنم بده. کسی طور نزنم. آفرین برو. خب سلام علیکم. و علیکم. دلالا جگر خوبی؟ شکر. بخیری. زنده بشی. میگم از ما روزای بیبی و برات تو میگرده. خیریت باشه. از بس دیگه اون فالوور سعی کردیم خوب بودن حالا گفتم ما پینجایرم بور برای اینا بعد که باز یک روز. با اونا پولا خوربه دادم. ایران بخشیشی هم میدادم. بخشیشی دادم. بیخی خوب سعی میکردیم خیلی. یعنی بابی شما طلاق غیر بستون دا؟ نه نستونده. میبینی؟ بابو ازیا بیبی از ما سک طلاق خور بستونن اما بزو گفتم تا 10 روز بابو تو اعصاب خرابه بره بمی 10 روز تحمل کنه. انا اعصاب به جا میاد طلاق خور. درسته؟ ها یکی امانه که است به حساب انا بیبی از این بچی خدا داده 7 جمال. درسته؟ 7 جماله. انا خیر بینیم برو دیگه لالا خیر بینیم. تشکر. کسی داخله. خب شما خلاص نیم ساعت بعد مشتشو واوا میشه. 20 روز بعد امانه به خیر خوشی نوزباددار میشیم. آسایش و آرامش هم تو دنیا و پا باشه به سرا خونه میبینیم. چی؟ میبینم. موشا خونه شما مگوشنگی از این بعد دومرو خونیه. همه مشکل حل میشه. گربه کم میشه. گربه که اصلا به روشنایی نمیبینی. بره مشت خور اگه میشه قوت شد دعا کنه اگه نشد بره. فال میبینیم فال. خداحافظ. خوش آمدیم. گپ هم نمیزنی تا به 3 ساعت.
نه خود زن نه بچه، خود صاحب سرا، خود دکندارا. فال میبینیم فال 150 برا ریپیه. بخیر ها؟ برا او برا 150 ریپیه. چی رقم دیونه؟ فال میبینیم فال. هر کس مشکل گپ سخن داشته باشه فال. سلام علیکم. و علیکم السلام. جانجوره شما بشینیم بالا رو ما فال میبینیم بچه ما. خب اگه شما فال میبینیم این دست دار چیکار شده؟ دست از این لالا چکار شده؟ بگشته بگشته. صحیحه. خب بگم که گشتن چیه؟ بگین. باسکل پرش میخورده، باسکل پرش میداده لالا به تا کوچه ها. شاخ باسکل بند شد، یک دفعه ناسندی برو شکم خود به زمین خودی به زیر دست رفته، به زیر شکم. همون تاست یا نه؟ اوه امیت بگیش تک بگه. به چی کار گشت؟ امیت باسکل پرش دادم شوخی. خوبه آفرین. میبینی؟ پیار از این لط میخوره دست پیار خوب اشتنه بگو حل ده دقیقه. لات میخوره، لات کری هم میخوره. لط کری دست پیار خوب میخوری؟ اوه مرزدانه نمیکنه، شنین هم نمیده. آن درست. او دست خود بگیرید بالا. زن خورمه طلاق دی، درسته؟ یا اندیده ما زن نه همون که می بخیر زن کنی با طلاق میدی، درسته؟ اوه باید به دل یا میتونه، به دل یا میتونه، درسته؟ خب دستا خود پت کنی. سر خود تگی مکتب بگو که تعطیل کی شروع شده. مکتب صنف چنده؟ ای به صنف 7 بیشتر نیه. مکتبا شروع شده. شروع شد. اوه شروع شده. صنف چنده؟ صنف 7. درسته؟ ایوه 100 ریپه بدیم لالا. 100 روپیه. این دست شما چی بخوره پرس کنه. بزی دست خود، بزی دست خود هیچ وقت چیز نکنی. بزی دست برداری. اون نمیشه ای. ها؟ دست چیز که وان نمیشه. هرچی من گفتم 100 ریپه بدیم. خیلی بستانیم شما. ای برا را من ایتونه. خوب ای پدر نقص دکتره. از ما تقلبی تا گپام نیه. بفهمیدین؟ انا ازی به بعد سیکو کار بکن که دیگه پیار از این آدم اصلا نگه که پس که بسوختی. پیار شما دیگه لالا به شما نمیگن که پس که بسوختی، درسته؟ بگه خلاص شو. خلاص بگه دیگه. مرد به تو نمیگه. شما گپ میزنه. خودتون. درسته؟ اوه خیر بینی. خیر بینیم. خوش آمدیم. خوش آمدیم. بیان برا. ها؟ بیان برا. بیا که انتقال ده. بچه 2.5 ساعت کار کردیم. خوب شدن حال 2.5 ساعت کنی. یه بچه گره تو بدیدی بدی البایی. همون بچه که گفتی باسکل زدن. یمو بوده که با دست به زیر شکم میشه. همین تو بگفتن که به زیر شکم تو دست شد. تو به سر نمیدی؟ خب 2.5 ساعت دست کنیم. برو اینجا کار تغییر ندیم. خوب جاییه. همینجا خوب جای مشتری میاد. ها؟ مشتری میاد. سعی در یک دو تا سر دیگه هم میرم. برو تک تک کو. سکو تو. امیت تک تک بکو با هم تک مرتکه اصلا خو بیریشون مجاق میکنن که بیاید. برو. قرار بده. ها برو در سلو خان خلار. قرار بده که پیت من نرم که. برو گپ اینه کلون شاید تو میره. بدیدیم نمایشنامه. بدیدیم. من که به شما دروغ نمیگم. چی بوده؟ خود شما توضیح بدیم. چه کار شد؟ وای 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 وای. گوسالگه ایوان اینا که نفهمیدن که مثلا او ایوان سگی بود بیامد به داخل، خیال که بیبی که او شغال خور بنداخته به خونه گوا، به خونه مرغا. انا گوساله ما بین خیر باشه، سوگده سر بیبی و شما باشه. همه قسمت سیوم رو هم ببینیم. قسمت سیوم هست پشت صحنه. پشت صحنه که باز تمام شد. باز تا به هفته بعد به خیر خوشی که باز خودی بیبی بیایم کنار می کرسی گرم شما چای بخوریم، شما رو به خدای پاک میسپاریم. خداحافظ و نگهدار شما.
یعنی کاکا شما چی کار وظیفه داره فعلا؟ نه شما بگین که آفرین به تو جوان کرد باشه که خوش آمده بکنم بابا بگو بله سلام بر شما. و علیکم سلام. چی حال دارین بخیر امروز؟ شکر سلامت باش. میگم گیلا از این همه خرا خسار شو برو به ما غریق خوا این نماد به تو کلاهی نمیشه. نه از این نماد به تو کلاه نمیشه. از این نماد خب نفر چند میستنی؟ اچی؟ از همین که تو میری فالو میگیری 100 روپیه میدم 150 80 90 صدی کمتر نمیدم. خب من به 20 تا خونه که برم تو 20 تا سری اگه تو میگی 20 تا خونه پس بریم 20 تا صدی 2000 روپیه یعنی کار میکنی 2000. بله سلام علیکم اشتن لالا مرتضی خوبی تیاری بخیری؟ او برارتونه چی جان؟ بله لالا اشتن همه بو سید دیگه بابا گپ مفت نستید برو ای گپا چیه؟ نه شما به اینا هم گپ مفته نشو الو سمیر. و علیکم تو خوبی خیریته؟ چه کاره؟ بابا جان نمو طریقی که خود خود کش کرد از اول کش کرد من چیکار کنم دیگه؟ خراب شد صدا. تو بیا اینجا دفعه. بیا اینجا. بیا اینجا. من برای تو میگم که برو کارا خود جمع جور کن. تو میزنی در میزنی. شارم می نه کدای. خیلی تو توی هم بیاره بده که پتوی نمو کمر بسته کن ایت برنده خیر بچه خورده شما نخندیم میگم نخنده این خوشوی که تازه 20 روز بعد بخیر نامزاددار میشه خدا با خدا برکه خدا دیدوش درسته؟ نشد دیگه نه اوداس اوداس نه دست از اینا چیکار شده؟ داستازی نخند دیگه ماما دیگه نخند صدت جنس کیم منس کیم جنس کام تین فان تو با ایتا بزن این وامشه بگی دست